آیا کمپانی عزیزی به وعده خود یعنی ساخت دومین برج بلند جهان عمل خواهد کرد؟ ابر ثروتمندان جهان لوکس ترین املاک دبی را خریداری می کنند. آرادای شارجه در سال 2023 فروش خود را 2 برابر کرد. سازنده املاک دانوب بلندترین قدم خود را با ساخت برج 101 طبقه‌ای برداشت. یکی از بزرگترین پنت هاوس های خصوصی در دبی به قیمت 600 میلیون درهم به فروش میرسد. سلام، امین هستم و شما به دومین بخش یونیک نیوز گوش میدهید. ما هر هفته جدیدترین اخبار املاک و مستقلات دبی و کشور امارات متحده عربی را به زبان فارسی برای شما میگوییم. بازار املاک دبی در حالی سومین هفته از سال جدید را پشت سر میگذارد که توسعه دهندگان دبی به شدت با راه اندازی املاک آف بلند با خانه‌هایی که برای هر بودجه مناسب هستند در مسیر توسعه دبی بازگشتند. ابر ثروتمندان جهان لوکس ترین املاک امارات را با تعداد بی‌سابقه‌ای خریداری می‌کنند و این در حالی است که از سال گذشته تا کنون پالم جمیرا بیشترین فروش را در براکت گران قیمت ترین املاک در سال 2023 به ثبت رسانده است. به گفته شرکت املاک یونیک پراپرتیز، بازار خانه‌های لوکس در دبی در سال 2023 به رکوردهایی رسید که فروش خانه‌های 10 میلیون دلاری تقریباً 2 برابر شد و به 7.6 میلیارد دلار رسید و از رقبای جهانی لندن و نیویورک پیشی گرفت. در حالی که در کل سال شاهد افزایش 91% فروش در گروه قیمت بودیم، تقریباً 1/3 از 431 معامله در 3 ماهه پایانی سال گذشته تکمیل شده است. پالم جمیرا سال گذشته محبوب ترین برای فروش عمده در دبی بود. این منطقه 38.5% از کل خانه‌هایی را تشکیل می‌دهد که بیش از 10 میلیون دلار شامل 166 معامله و 39.2% برای املاک به ارزش بیش از 25 میلیون دلار شامل 22 معامله فروخته شده‌اند. بعد از آن جمیرا بی آیلند و جزیره نخل جبل علی بیشترین فروش املاک لوکس را داشتند. عزیزی کار بر روی برج 1.5 میلیارد دلاری دبی را آغاز کرد که میتواند دومین برج بلند دنیا باشد. شرکت انبوه‌ساز عزیزی ساخت یک برج بزرگ را آغاز کرده است که میگوید در صورت تصویب دومین برج بلند در جهان خواهد بود. این تاور را جور میکنیم که او تاور دومین تاور دنیا خواهد باشد. یعنی شما میخواید دومین برج بلند دنیا رو در کنار همین شیخ زاید بسازید؟ خود جاده شیخ زاید. در جاده شیخ زاید سازنده از بیان ارتفاع برج عزیزی خودداری کرد، زیرا ارتفاع پیشنهادی سازه در انتظار تایید نهایی مقامات است. اما این شرکت تایید کرد که دومین ساختمان بلند دبی خواهد بود. به گفته سازنده، برج عزیزی قرار است ظرف 4 سال تکمیل شود. یکی از بزرگترین پنت هاوس های خصوصی در دبی به قیمت 600 میلیون درهم در بحبوحه رشد مداوم بازار املاک امارات به فروش می رسد. آرادا، توسعه دهنده املاک شارجه، امسال قصد دارد به توسعه تهاجمی خود در دبی با پروژه های جدید در میان آمار فروش به رکورد شکنی ادامه دهد. این توسعه دهنده فروش خود را در سال 2023 2 برابر کرد و به 7 میلیارد درهم در یک سال گذشته رسید. احمد الخشیبی، مدیر اجرایی گروه آرادا، میگوید که پس از فروش هفته گذشته آرمانی بیچ رزیدنس در پالم جمیرا، آنها قصد دارند زمین‌های بیشتری را در دبی برای ساخت و ساز پروژه‌های لوکس جدید به دست آورند. او گفت که فروش آرادا در دبی از آنچه در شارجه می‌فروشد پیشی خواهد گرفت، جایی که در حال توسعه یک پروژه بزرگ 2.2 کیلومتر مربعی به نام الجیدا است. همچنین آرادا زمینی به ارزش 600 میلیون درهم در منطقه زعبیل 2 دبی خریداری کرده است که نشان دهنده برنامه‌های آنها برای گسترش بیشتر در بازار املاک گران قیمت امارات است.
شرکت دانوب پراپرتیز اعلام کرده است که قصد دارد یک برج 101 طبقه‌ای در بیزینس بی بسازد که آخرین پروژه بزرگی است که در دبی اعلام شده است. بیز 101 که دارای 1346 آپارتمان خواهد بود، بزرگترین پروژه دانوب تا به امروز از نظر واحدها و فضای کلی است. ارزش کل این پروژه بیش از 3 میلیارد درهم برآورد می شود. به گفته مدیر اجرایی راک پراپرتیز، در بحبوحه راه‌اندازی پروژه‌های جدید و تقاضای بالاتر از سوی خریداران، قصد دارد امسال به بیش از 3 میلیارد درهم در فروش ملک دست یابد که 50% نسبت به سال 2023 افزایش یافته است. این شرکت در نظر دارد امسال ساخت 4 پروژه جدید را کلید بزند. راک پراپرتیز پروژه کوارتر دلمار در رأس الخیمه را در هفته گذشته راه اندازی کرد که اولین ساختمان این پروژه شامل 200 واحد تاکنون فروخته شده است. همچنین در بحبوحه چشمانداز سعودی بازار املاک در امارات، آنها رشد سالانه 20% درآمد را در سال جاری هدف قرار دادند. اگر تاکنون همراه ما هستید، لطفاً این ویدیو را لایک، سیو و شیر نمایید. این کار باعث می شود تا علاقه‌مندان بیشتری این ویدیو را ببینند. همچنین پیج رسمی ما و کانال یوتیوب یونیک پراپرتیز پرشین را دنبال کنید تا از انتشار آخرین خبرها مطلع شوید. تا بخش بعدی یونیک نیوز، بدرود.